assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nazaka. Ikinci Korotsoza. Hazır boşuna. Yo'q, chiy. Xursand. Xursand Murod. Taqasam Murod boshim azig Murod makujur. Hey, qanday xafa Murod aqaytmi? Ha, qilishmiki. Tamam, ben barnoma faru kadar. O, man xeyli ajdar kaysim oxi. Xeyli tezda ki. Kana gani ki. Oh, kana vaqt çok hadi. Baranda noma. Ne o'zi? Mashina mı? Agon zang mezani, cho'mak nima o'zgartmaymi o'zi? Zang zanim chabur. Oh. Ya bu zang zanim ha bu arka. Kana kamshida oxi. Kana kamshida. Ma shod nador. Telefon sen نداره. نه سابشن رو میکنیم. سابشن یا؟ ها سابشن هم خیرات همین تلفن سابشن یا است یا هگلیش کومیک یا واقعا چه خوز یا سابشنش بهتون خه سابشنش میدونم 500 زویاش که 500 من شد که میدونم آخینا دیدی اینا رفت تمام اکه تمام جورا که زن میزنه خانه دی çok ne? Saat şaşınızda. Hay kam ta diga mesleğim agar normal normal nereye? Benim akı bak nefret ha. Hey. Tabii otomadan şah. Ya tabii jura. Ovoz khela ovoz oxi ovoz. Kam rol bezajatim. Meşter kul. Mezani kha saat tkmi khoma mezani kha tamam hami bari ovoz in kadan gam tkmi khoma bazako. Ovoz rang jrin gasto mezani. Belma bore suqam yakni to. Hay tkmi khoma. همین کم ترکش کو همین چیکه نمکش پرتو بردار آواز من نگو نمک چومک نه تاثیر میکنه این همه تکنیک الان که کتاب کن خون تو مدان شب کن که کم تا گرشیم که نشیده سعی برندم که جوشیده باور که رفتیم خیلی گل گفتی من مذهب دینی دارم بالای نفسه خواهی در نزد رسول اندشینی دارم گل گفتی من مذهب دینی دارم در نزد رسول اندشینی دارم مویم ز محمد و رمزم ز علی از هر گل بوی سهیلی دارم مویم ز محمد و رمزم ز علی از هر گل بوی سهیلی دارم هر گل بوی سهیلی شانه بوی سهیلی مطالب خداییم امت مصطفاییم و درگاهش گداییم رسول محمد مطالب خداییم امت مصطفاییم و درگاهش گداییم رسول محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد گل گفتی من مذهب دینی دارم در نزد رسول هم نشینی دارم گویم ز محمد و رمزم ز علی از قهر گل بوی سهیلی دارم گویم ز محمد و رمزم ز علی از قهر گل بوی سهیلی دارم جان ای با خدا ای اختا جو یکم تمام یگون جو اشتراک کده نکنه یگون ای یگون جو جوی نه چی میگن کوخی ازمونه دیخو ای اوز کی تو داری کو ای ربی ولی ساری بخونی ای کرات سار بخونی تمام بلبل تمام بلبل جامشه بره ساعتا جامشه باید توی مودا آقا چه من ای اوزی خشنه بده اوز برنده چوکا برنده که برنده باور که دیگه چوش که این من زنگ زد نه و فکرم هوا هم شد نداره چی خیلی نشید بیا کار کنیم چوکنیم بیا خدم آغاز کنم چی خیلی بیا رفتیم بیا کار میکنیم بیا خب اونجا ایست قانون رو میزنیم برنده ما جویست قانون رو میزنه چی گفتی؟ میشود تو راضی؟ تمام همین برنده که اومد میگیم اکا ما جویست قانون رو زدیم تمام دیگه نوبت در خودت تمام سرش میکنیم سرش میکنیم خب اما تو سر کنی یا من سر کنم چخیلش کنیم ای خودم سر کنیم خیلی های چون گنباز چی باز؟ چون گنباز چون گنبازش چیه؟
نوع نخریم ها بازیه شیر تمام شنگونباز گفتیم شنگونباز بیا شنگونباز شنگونباز که کوی پریکس خب کس چی نبشید؟ اگه تو باید داد تو خانه سر میکنی من باید دادم من باید داده باشم های تمام اگه سرش کنم یا سرش کنم ها چخیلی پرچوسکای ما چخیلی خیابون سوز آخه؟ نغزه آخه اکن همه توری کاملی نداره؟ نه نداره همه توری یه تباشه سر چو کدی کرا دیدی؟ این همون جایی که از کلاتان خورده آمده است آها ما اون ها تو هم امیرش داداری؟ اون همون خیچه آخین همون برانده اون را بی دویدن اون را بی اون ما فکرم آمده بیا این آمده نه آمده خیلی آمده این برانده یه خیستان نکنن بیش برانده در بیا تمام این آمده السلام علیکم السلام علیکم بخشش کی؟ یک ساعت چیز نه ما قریب دیکنیم زاید چیز اختراج دار کنیم ما هم یک دو شما که بخشش دار دایدی اومدی؟ خیلی تمام بیا خوش آمدی خیلی برنامه دا خیرات اومدی اکا خیلی خیرات اومدی اکا ما این چوری تا آمدنی مرا یک 10 تا سنوک میخوندی دا چند تا؟ 10 تا 16 تا خونده خیلی کنم 16 تا خونده خوره دار تایسم خیلی چکو میکنی اکا؟ برای مرا آغاز میکنی آغاز میکنی؟ تمام بیا سرکی اکا خیلی شده بخدوس السلام علیکم بینندگان حج و خنده در سایت های اجتماعی مخصوص یوتیوب برنامه از خنده تا خنده یا که خنده روی خنده رو پیشکشی هر یکی شما میگردونیم در برنامه ما حضور دارد هنرمندی جوان و امید بخش هنرمندی ساحه تئاتر و سینما کامل جان بابیف کارمندی تئاتر ولایت موسیقی مسکوی برنامه عطا محمد جان به شهر باختر و نوازنده مشهور با سرودهای تر و تازه با سرودهای بسیار هم دلنشین حبی ما و شما را بالیده میگردوند خرسند مراجعه هر دی شما را یکی بار با برنامه خوش اومدید سلامت باش اکا رحمت انا اکا برنامه را ایچی آغاز میکنیم اکا من یاد چه نفهمیدم چی؟ یاد شمی اول دا گفتی خنده میخوام بالاش میخوام خنده روی خنده میخنده با یک چیز دیگر میره بالا میخنده سفره بالاش هم میخوام هشی تمام این را فهمیدم اکا تمام این را اکا دوستان عزیز برنامه را ادامه میدهیم میگویند که سخن از زبان لقمان خوش است از دهان لقمان یا اینکه میگویند که جوانان را جوانان زنده می‌دارند روی نه بسیار مطلعی نقص جوانان را جوانان زنده می‌دارند یعنی که ما شما را زنده می‌دارند جوانان را هم زنده اینا گوش کنیم برادر آغاز میکنیم برنامه را آغاز میکنیم وقتی که هر جو گفتیم لطیفه گفتیم زنچی چی یک تا لطیفه شود بینندگان عزیز تماشا میکنیم با ذوق تماشا میکنیم کامل جان بابیف یک لطیفه بگو چی بگم اکما یا لطیفه خیلی فکر کده یا فکر کنم بیا اکم بگوخی اکم آدم میمون حالا میکنم نه میش تو نبودن ایرت یک تا چی؟ یک تا فکر کن یا تا بناموزا سنراد با سرودهای خود تابع ما و شما را هم خوش میگردونند میخندانونا چی خیلی که امی یک سوال اول با فکر شما بیشتر سرودهای دلانگیز سرودهایی که با گیتار سراییده می شود آنها رو بیشتر کدام سرودتون رو یعنی که تماشاگران یوتیوب سایت اجتماعی بیشتر هوس دارن تماشا میکنن شورتر هم لیلی یعنی سرودهای عاشقانه بله اکثر هم آدمو چی میکنن تماشا میکنن خوب رفتید تماشا میکنیم که جا شدای خدو شانوزای گل گم کرده و یک دونه ایمانه گل گم کرده یم در خونه کی نگار جان ما خدا نگاه گل گم کرده یم در خونه کی در خونه کی میگم که جو بدم گلی گم کرده در خونه کی نگار جان ما خدا نگاه لیلی لیلی شب و مزو میرم جان لیلی سرو یار عزیزم
فقط بوی گلویت او لیلی شب و منظور میرم جون لیلی سرو بیار مرا از تو جداگی مشکل آید او لیلی شب و منظور میرم جون لیلی سرو بیار برای بوسیدن لیستی تسازم او لیلی شب و منظور میرم جون لیلی سرو بیار رفتم سر رو پیغام یارم نرسید رفتم سر رو پیغام یارم نرسید حرف یاری ما یاری بی وفا گیرید حرف یاری ما یاری بی وفا گیرید مستم و مستم من دل با تو بستم مستم و مستم من دل با تو بستم والا شکستم من دل با تو بستم والا شکستم من دل با تو بستم دفتا بزرگت برم جلگش ورد خرم دفتا بزرگت برم جلگش ورد خرم دستکو در دست گیرم می تا تای دومت ببرم دستکو در دست گیرم می تا تای دومت ببرم گلی گلو گلمه تازه برگه گلمه گلی گلها گلمه تازه برگه گلمه علمو در دلمه دو در دیگرمه علمو در دلمه دو در دیگرمه بس है कि YouTube को काफी ओ आने आना कर गुमाओगे कपितान आखिर का पदिगा स्टोन है शी tamam का पदिगा स्टोन है खाली मारदा खूब शाचा इजरो कर याग लातिफा बारुमा रो बोझ हम इदोमा मैं बख्शी पियादागुनी आजिज या लतीफा हो या लतीफा میگی او یا لطیفه بگو تو باش مپرسیدین ها ما لطیفه پرسیدی ما خیلی لطیفه میگویم لطیفه بگو ما میگم که ما میگیم هم خیلی خنده بود او بگو تماشا دارم با ذوق تماشا دارم با ذوق هم خیلی با ذوق بگم هم خیلی حال نگاه میکنم خیلی با ذوق خیلی نه با ذوق تمام با ذوق خیلی با ذوق با چرای خندم او میفهمم های یا دختر دای اوچاش هم میپرسم میگه که اوچا برای چی دادم کلای بعد میگه اوچاش میگه که برای کی دادا دونای خی هم چرا میدونه یعنی که تمام هم کتاب خوندم داخی دادا شاگویو میگم که تمام کتاب خوندم داخی من میگه خیر برای دخترش میگه که خیر اوچا برای چی شما میسر دارین کلیش تینگو تایش نکتا بگی او کارتا بخو دیدی؟ دیگه نمیبینی باشون گنباز نکنیم که ایشیش میکنیم اکه بیا شنگوماز ایشیش یا لطفا یونی که اما بگم لگیچکی سوال لگیچکی بادی خط بستو توجیکی بگو لگیچکی سوال های عادی عادی سوال عادی میشه خیلی بادی خط بستو بادی خط بستو چکلای با سوال میتونه که یک چطه جواب بگو یک چه ای تمام فهمیدی؟ در بلندترین مسافه آسمان یک سامالیات پرواز داره در تای سامالیات 500 تا دونه کرپیچ پخته چسبیدگی یک چش میغلطه چند تا دیگه ایمونا؟ 500 دونه 500 دونه یک چش میغلطه چند تا ایمونا؟ 500 دونه یک چش بغلطه 499 کرپیچ 499 تمام میریم ما اینم جودا پر گواز نیام گواز چوخوش کلون دور همون گواز نیام گواز نه دخلدنی در تلویزیون دیدگی دید سه بره چورم گواز نه دخلدنی در یخدون جوکم گواز نه دخلدنی جوکم بس هیلا گواز خلدیم جو کدن میشه هر پلیس خلدیم که کلون ندید دروز فهمیدم سیلیکون هم بس هیلا تمام من مثالت بیارم یا یوردام که میگم اول یوردام که با پرسیش کنم خیلی یکم هیلاش در خلدنی کمک شوی این اک شدم گواز نه میدوزی 10 هیلا در خلدنی کمک بشی 3 هیلا شید 3 تا هیلا شید انا گوش کو با فیلای دقیقاً دا ابو حیوانات اصلا فیلای کو فیل کالون در خلدنی جو نه خودی کالون بینوش کالون گوش کو خای فیلا در خلدنی جو کو با 4 هیلا خای با 4 هیلا فیلا در خلدنی جو کو چی با 4 هیلا او با 4 هیلا فیلا در خلدنی با 4 هیلا اون با 3 هیلا با 4 هیلا
این سوالو را تا کتاب یونسکو می اکچولی نه سوالو ازم اومده هیچ می بچه ها لیاز خیلی به اودال چیده بکیو نمیدونی نمیدونی نه این سوالو اخی میگه که فیلا چون این خو فیل در خلدنی بگو تلکون دادونی خلدنی بدو شما میخیده بچه من بگم اودی شما پاک زباید دستین گوش کنین خای یکم در خلدنی کم میکشوی خاک شدم دیم ایدونش گواز نمیگیری گفتم سیم خلدنی کم میدوزی فیل در خلدنی میدوزی چهارم هیله در میپشی 4 هیله خطشی او انا اگه گوش کن در باغ حیوانات شیر دیراجنی داره او بچه در باغ حیوانات شیر دیراجنی داره حیوانات جمع شدگی همون جایی در همونجا همه حیوانات هستن کدومش نمیروه کدوم حیوان در دیراجنی شیر نمیروه محمدم خرگوش نه نیافتی خرگوش گو اگه خرگوش اونجا تلپای خرگوش هم میروه اونجا تلپای لباخ میروه او تلپا میروه راست چه میروه کی میروه کی نمیروه این پلنگوش ها نه پلنگ برای چی پلنگ دادر شیر نه درختان است پیدا نمیکنه یک جواب دیگه بگین که اونجا وقت نیست رفته وقت رفته مورچه نه اخی اونجا دمجا نیافتیش خالا بای میگه در درجه شیر فیل نمیروه چی با فیل در دنیا خلدنی که اخی همه زده چه فیل اخه با محکم کده مخی فیل اگر محکم نمیگده من فیل میرفت هم درجه شیر میخواه با میفتیم یک بوتلاق که در دنیاش چی؟ بوتلاق دایکو درون کرکدیلو میسن او دسته خیلی با بالای همون درون همون بوتلاق باید چی؟ یک پیرمرده باید بگذره پیرمرد باید بگذره بوتلاق شن خیلی همون خیلی هست اوشکی چی؟ کرکدیلو میگذرن درونش جوگا میشوند خب هم با فکر شما سوال است که آیا هم پیرمرد با بین هم گذشته با دنیا هم بوتلاق گذشته میتونه یا نه در دستش تیاق داره نداره تیاق داره وقتی تیاق داشته باشه تیاق باشه خیلی زده میگذره خیلی بگو میگذره خب خوش رو وقت میگذره اینا گذشت برای چی بگو میگذره برای خیلی گذشت برای کجا جای مکان کرکدیلو که هست خب او باید بگذره خوش رو میگذره برای چی بگو؟ برای که کرکدیلو همه در درجه شیرن اخی بوی دو دسته انا همون وقت که این بوتلاق دار ده قدم اوس میزنم پیرمرد که میمبره برای چی میمبره؟ برای چی میمبره؟ گشتگی ده میمبره میمبره یا نه؟ نمیدونم میمبره میگو من فکر میکنم میگو خیلی نگون چون بخوری؟ سوال من بدونی گوش کن میمبره برای چی؟ برای کی؟ همون سمالاتی که بالا در 500 دونه کرپیش بود که هرچی بازی در سر مسافر دونه بگو آخی در سر مسافر دونه ای همه قبکش اندیکش اندیکش دیگری برنامه خیلی ما را سوال در کده که ما گیزاده شده نه داودا من اینه که همونجا غلطی یک سو غلطی ما دیدیم اونجا غلطی ما؟ کادا خوبی که غلطی گوش که جورا شرط دیگری برنامه اتیود بازی کردن اتیود حرکت خوی به زبان اینا من میدونم اینا من میدونم خیلی نکاکو این بازی میکنه تمام گیتار تا قبل دایسو دای یگون چیز نه اینا من خودم میکنم خودت اجرا میکنی یا اجرا میکنم من اجرا میکنم خب نقشی مرد کی ماهی میگیرد اتیود حرکت خوی به زبان ای با من چشا من همجا رکلام شکنم بعد خیلی خودت موسیقی میمونه خیلی جای مویگی گیری من خوش کاری ما هم خیلی موسیقی هم مردم احساس کنه که من موی گرفتیستم من جا اشتگی نبوزی که ما خیستش خیلی میفرد شیشتا باز میکنی میتونی میخیز یا همین خیلی هم هست اینا موی جدا موی بوشن بینندگانی عزیز یاد راست میشویم که خب این حال اتیود حرکت خوی به زبان از جانبی هنرمند شناخته کامل جان با بیف فراموش نکنید همون کامل جان با بیف یا بار بیا حج جونا ولی گفت بعدی گفت که قرصا میمونی قرصا میمونی خلاص تو قرصا میمونی خب ماهی اینا خم گاب زنیم بیگا با گنگ بازی حرکت های به زبان زبان باید کار نکنه زبان
خوش قدم اشاره کن زبان حرکت ایگون طرف نشود زبان فقط اشاره ما میشه ایما اشاره آره موقعی هنر موقعی بگم نه سمندر جان برای تو رامون برای هر سه ماه میخرم زمرات سرخش که بیار شو دست کنم یگون دست سرخش کن درون دبلور با میگیری خیلی مادر عزیز اتیود بود اتیود از جانبی هنرمند جوان و امیدبخش کامل جان بابیو اتیود به زبان حرکتی به زبان درست دیوم اتیود Muito. اوه این بچه خیلی مخلصی فوتبال اوه یا وقت ختم فوتبال بودی کو؟ فوتبال باز بودی فوتبالیست بودم فقط ورطه میموندن خیلی چیکار کنیم وقت فوتبال هم فوتبال در شوق رغبت داشته باشی نشی چی؟ مخلصی فوتبال مخلصی فوتبال همه خیلی بازی کی تو مخلصی فوتبالی همه خیلی بازی کنم مخلص فوتبال ما مخلصی فوتبال اتیود نه گاب نزنم میری خیلی تلویزیون پلاس کردم هم گویم تلویزیون پلاس کردم دارم اوه همین حرف میکنیم که آن همین نواره که ما رو گرفته است داد خیلی آن همین چی است؟ تلویزیون فوتبال منچستر بازیدارا منچستر قطعی کجا؟ قطعی استقلال بازیدارا منچستر قطعی استقلال اوه تو مخلصی چی؟ مخلصی استقلال استقلال ما استقلال با استقلال ما هر بازیش نمیرم ما رفتیم تو چی بود؟ رفتی چی منچستر قطعی چی؟ قطعی استقلال زد استقلال زد گل تمام گپ نیست نده عزیز بار دیگر یادداشت میشنم که در برنامه ما اشتراک دارند هنرمند جوان و امیدبخش تئاتر ولایتی موسیقی مسلکی بانو مرتا محمد جان شهری باختر کامل جان بابی و هنرمند نوازنده آوازخوان جوان خرسامرود اگه بسیار بعد برنامه‌اش کم ادامه میگیره با نوبتی که خرسامرود یک سرودی عاشقانه صمیمانه زمینانه پاکسالانه بر ما و بر دوستان صوت نبود پیش گپ تا چای نداری چای بخیم چای
او پیش دا اوه ای پشت میخوام خیلی مایل بعدی برنامه دست میخوام بیا ها مایلش خیلی رفتیم کاشته مونده میگم خیلی بیا برای عشقا برای عشق گدای کوی لیلو خیرمون میروم بسوی لیلو منم مجنون گدای کوی لیلو خیرمون میروم بسوی لیلو دیادم لخت جان بر کف عزیزان فدا سازم فدای روی لیلو نیاتم لخت جان بر کف عزیزان فدا سازم فدای روی لیلو کجایی میزور و جبینم بدی داری عزیز تو ذخیرم بیا که لبالا باید گذارم و در جام شیرین خود بگیرم منم مجنون گدای کوی لیلو خیرمون میروم بسوی لیلو منم مجنون گدای کوی لیلو خیرمون میروم بسوی لیلو نیادم لخت جان بر کف عزیزان فدا سازم فدای روی لیلو فدا سازم فدای روی لیلا بهترین براو 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 دوستان عزیز شما شنیدید یک نمای خوب و دلنشین با آوازخوانی در اجرای آوازخوانی جوان امید بخش حسین مراد بله تشکر زیاد باور دارم که با شما مقبول افتاد معقول شد نوبت شما نوبت شما نوبت شرط دیگری انا برنامه ایده تاش برآمدم خیلی دو تاش برآمدم شما جور کردید تمام وای شما قریب قریب. لسیسه خیلی لسیسه خیلی رفته خیلی پشت خا شرط دیگری برنامه ما چی دارد چی نام داره تقلید کاری از اکتوران مشهور کشی چی مشهور یعنی مشهور یعنی مشهور کی کی گدایا هاشم گدایا استاد صنعت تئاتر استاد نه هم وای رژیسور هم است اکتور هم است اکتور شناخته تاجیک که در فیلم رستم و سهراب رولی سهراب بازی کرده گیا رولی نقش سهراب بازی کرده گیا نقش سهراب راست میگی نقش سهراب پارچه اولا از استاد گرامی عذر میخوایم اگر با شما سرپرسته باشد فکر نکنید که همه شاگردان شماییم در پیروی با شما این لحظه کامل جان بابیف یک سخن شما یک پارچه از سخنان رفت زندگی شما در حالت درس های عملی اشکاسی شما و تماشابینان سایت های اجتماعی یوتیوب میگردد مرحمت تقلید هاشم گدایا کنم استادا نام شکسته نگی استاد هاشم گدایا تقلید کنم شا تقلید کن بچه خیلی میشه من خیلی اول استاد عذر میخوام و من خواستم استاد میبخشد اگر از خورده لغزش از بزرگا چی؟ بخشیش انا بخشیش یه روز همه اومده استم چی میگم یه روز همه اومده استم این سوی صحنه در اومدم کسی واقعی شده در زندگی ما روح داده خیلی همین بوده این سوی صحنه در روزش در اومده صحنه دو که همین نگاه میکنیم یک از اومده است بوز بالا برجسته بوز بالا همه خیلی اومده است بچه ها را گفتم می بچه ها همه استاد های گفتم با گفتن کدام استاد گفتم استاد خوشیم داده ای ربی گفتم بوز بالگی ربی بعد من گفتم بیا برام سید کش هم سونکش یوردم کنم سونکا دوشات هم سونکا آدم دانشمند آدم هنرمند سونکش بعد همین دویدم رفتم گفتم استاد جان استاد سلام علیکم راضی سوزی استاد بیا استاد من شما رو یاردم کنم آی میشه وقت دویم اتاج داخل درس میدم نه خمر ملخ کردی خیر استاد استاد ارزان اکی تریه بخوام ما شاگرد خیلی رفتیم بالا رفتیم
خبر شوگیر گرفتم من خیلی گرفتم دستش که نامه بردارم میگم همین زور میزنم نمیشوه برداشت کتاب دنیا کار داره کتاب زور همین تا استاد خیلی پیش رفتن گرفته همه هوی میکنم باور که در اون طرف کتاب محشر تال زدگی دهی پارش 2 تا گانتل اینم گانتل ماش میکنی که 2 تا گانتل ها 2 تا گانتل گفتم استاد او هیچ کی میشه مرا نمیتونم مداخله آقا صغیرا کورا با گردن گرفتی تا آخر بود میکنی خفای ما بگرده صغیرا تمام گفتم دیگه همین کشک کده بر رفتم خفای دیگه بار میگیری یا خیلی اکنون هم تقلید چکدیم همین استاد بسیار استاد خوبه بهترین شرط دیگری برنامه خب شرط دیگری برنامه دوستان عزیز این چی است شرط دیگه چیه نقش را بازی میکنید که گویا من از شما $1000 قرض دارم $1000 قرض دارم به تجارت دارم ولی $1000 قرض دارم خب امروز پگا وعده میتونم امروز میتونم میگم خیلی پگا میتونم شما تو میگو که خیلی بیا همین قسم مخوزگی دارم ببینیم باید چیکار کنی پس باید بشکنم این اکامو اینم وا خوردی خب چخلی عمل میکنی وا خوردم نمیبینی چه رو برام میبینی چیکار میکنی خیلی $1000 قرض دارم $1000 کیسه هر روز $1000 این پلا $1000 ما ختم موزیک نمیه که تمام $1000 قرض دارم این اکه تمام آدمه خیلی اومده استم از این خیلی موزیک نمیه او خیلی موزیک نمیه این خیلی موزیک لوبو خیلی سلام علیکم سلام درجان عزیز سلام علیکم که اینجا کار بازار گوش کن تو باور که دربت مزدی قرض قیمتی قرض قیمتی نکنه آکا در بحث ما بحث نداره تو همه $1000 قرض قیمتی بحث پلا قیمتی گفتم پلا قیمتی قرض داره خیلی همه قرض داره آکا یا امکانیت دیگه ته بگو تمام نمیدن من نزدیکی دری دو ماه پاس میتونم تا چی؟ 2 ماه پاس میگره ای ربی نمیشم وقتی کم 2 ماه پاس 2 ماه پاس خیلی خوش کده اومدیم خیلی راست میگی برنامه در کم خراب میشه میبخشی خیلی تماشا بیم بعدی برنامه اصلا $1000 هم میگیریم باز میرویم خب یک سرودی گوشنواز از جانب آوازخوان هنرمند جوان خرسند مراد زیق مراد ما زیق مراد خرسند مراد زیق مراد هم خیلی گفتم خوبه خب چرا ای نازنین هستم غلامت بگیر دستم ببر بالای بامت حالا ای نازنین هستم غلامت بگیر دستم ببر بالای بامت ببین بالای بام هیچ کس نباشد بده بوسه با من گرد لبانت ببین بالای بام هیچ کس نباشد بده بوسه با من گرد لبانت ای نگار نازنین حلم میروی خنده در لال و لبت سیل گلا را میروی حالا ای نازنین هستم غلامت چرا ای نازنین سروی روانه گه با ما گه با دیگرانه امید از لطف تو دارم زمانه شتابانه چرا نامهربانه تشکر وقتی که همیشه شما سرود میخونید ما را الهام هم میاد که بخیز رقص کنیم؟ نه بخیزم بخونم بخونم نخیسته بخونم بله یک تا بخونم بخونت میتونی؟ روز میگه همین کمون را سوال میدی که خودت هم خون چی؟ چه؟ بخونم یک سرود میریم از دلی من از دل من رفتم انا ما میخونم تو مینوازی خب رفتیم از دل من رفتی بیرون و خدا تو نمیپرستم قلب مرا نموده خون به خدا
تو رو نمیپرستم از دل من رفته بیرون به خدا تو رو نمیپرستم قلبی مرا نموده خون به خدا تو رو نمیپرستم این شب تو زیبا شده ای عزیز دلها شده ای دلم را بردی که سعی جنگی تو رو لبونه رنگی تو رو این دلکی سنگی تو رو کسی نداره که سبو جنگی تو رو لبونه رنگی تو رو این دلکی سنگی تو رو کسی نداره از دل من رفته بیرون به خدا تو رو نمیپرستم قلبی مرا نموده خون به خدا تو رو نمیپرستم این شب تو زیبا شده ای لایق دلها شده ای دلم را بردی کیسه جنگ تو رو لبونه رنگ تو رو دلت سنگ تو رو کسی نداره یک سنگ تو رو کسی چخیر بود این همه دل سنگ تو را کسی نه خیلی هم میشود همه آواز نمیرسن نخواهد خواهشی تمام دور عده پرنده بودم هم گره پر رفت باقی عباران ندارستم بینندگان عزیز بار دیگر یادوار میشم که شما برنامه حجم و خنده که نام دارد از خنده تا خنده که در برنامه ما اشتراک داشتند هنرمند جوان امیدبخش تئاتر ولایت موسیقی مسلکوی برنامه اتم محمد جنوبی شهر باختر کامل جان بابیف تشکر که با برنامه آمده و خورسند مراد هنرمند جوان آوازخوان شما رو نیز به برنامه خوش آمده بودیم در انجام برنامه میگویند که ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ زی بحر هیچ بر هیچ مپیچ جانی که زی آدمی چی میموند و بس مهر است محبت است محبت است نه مهر است محبت است باقی همه هیچ هر یکی هنرمندان مهر و محبت باشد باقی هیچ چیز دیگه یک لطیفه در پایان برنامه یا لطیفه دیگه بگیم بگو یا لطیفه دیگه اخی چی بگم ما بگو از خنده تا خنده اخی ای خنده تو خنده باشه اخی شم خنده باشه باید بخنده ما بخنده یا بخند کسیس نشاکه بسه یا بس یک لطیفه که انخی بیننده از انخی بخنده خاک بیننده همین مرا دید ولی من خنده و میخوادن اخی دیگه این خلق یوردم که لطیفه بگم یک لطیفه بگو یافتم تمام یافتم که شما دارم میتونم این لطیفه را یافتم اخی لطیفه خب یا بگوی روزی هایی یا دختر ایلوی گوریستون میگذاره ایلوی گوریستون میگذاره خیلی شاو شده همی درستان میگیرن او شاو ده نه مزار خطی میگذاره او نه مزار ده نه خیلی گوریستون مزار میگذاره که یکی پیش بچه میبره و طرفی بچه میگه که یکا همین مرا نمیگذرونی نه تاسه برو یکی بیمار اگه گوریستون بگذارم وقتی میگیرم میگذارم گوریستون دختر میگیره او سخن میبره وای بچه طرفی دختر میگه که میگه این دختر میگه تا گوریستون بینهایت میترسی ساختی باید میترسی و میگه او ساختی باید میترسی مکه جون باید میگه که راست میگی من که زنده بودم میگه ساختی باید میترسیدم دیدی؟ دایی برابر یک سرود با همین سرود جنبه است شب خیر ایو سیگم خنه کمشی دوخی ها جمع است خیلی مردم هم خیلی وقت ندارن دیگه ما را تموش کنه میشیم درست شب خیر یا نشینا شب خیر شب خیر یار دوستان شب خیر هموز بشیم شب خیر یار دوستان شب خیر شب خیر یوتیوبی جان شب خیر شب خیر یار دوستان شب خیر شب خیر یار دوستان شب خیر شب خیر یوتیوبی جان شب خیر همدمی دیری خیر نباشه همدمی دیری خیر نباشه ای تو بی جان خیر نباشه
ای لایکی جان خیر نباشه لایک بمانیم خیر مثلا بس چنمون قپره نگو که بخیر دوستان عزیز برنامه از خنده تا خنده و پایان میرسد با نشرهای من بعده سربلند و خانه آباد باشید لایک دیزلایک را فراموش نکنید دیزلایک لایک فقط لایک لایک ایمیلی